شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دسترس. شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. شهر ما آبادی عشق است، اما عشق چیست؟ عشق یعنی تیپ آق محمود خطر. ای شما دوتا بادم جون گل پسر. بله جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. باسم مقام المعظم دون یدی و الاسفندیار المشائیات و الختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد و المستشفیات و السیدلیات الی غیر النهایه. اول در رابطه با شما جوانهای برومند و دلیر و نیروی جوان ملت ایران باید بگم که شما دوتا تو دل من جا دارید. دنیا رو میبینید احمدی نژاد دلش شده مثل گاوداری. اینو چون شما جوونید گفتم. آقای دکتر، ما جوانان میدونیم که شما قبل از سفرهای مهمتون یا به صورت هفتگی با رهبر عزیزمون ملاقات میکنید. این کار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ تأثیر که خیلی داره، اونقدر تش سیر داره که وقتی میری ته این ملاقاته از زندگیت سیر میشی برمیگردی. قبلا هم بسی که من تو شبکه‌های مختلف گفته بودم، نمیدونم حالا من گفته بودم. از در بیت که من خودم وارد میشم بوگن همینجوری مقام عظما افتاده یه طرف، زر 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 مجتبی اونور، ور 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 خجسته خانم اون وسط، گر 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 اسفندیار رحیم مشایی اومد، غر 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 بچه مجتبی اومد چی؟ ونگ ونگ ونگ. میخوام از کنم خدمتتون که یک داستان و مقوله ایه، من خلاصه نمیدونم شما متوجه جا. ما وارد میشیم چجوری؟ شور شور شور، بعد دوتایی با هم دیگه میزنیم زیر ارو گر گر گر. حالا دیگه شما خودتون تاثیر این صحنه ها رو روی خادم این ملت حدس بزنید. آقای دکتر، حالا ما دوست داریم که یکی از خاطرات شیرینی که خود شما با مقام معظم رهبری دارید برامون تعریف کنید. از اونجایی که من در ادامه سفرهای استانیم قراره برم استان نیویورکستان، میخوام یه خاطره از رابطه اهالی اونجا با مقام عظما براتون بگم. وارد هارلم که شدیم یه دروازه‌ای بود مثل دروازه دولاب خودمون که اونا بهش میگفتن سان فرانس دولابت. بعد عکسای خادم رو پر کرده بودن، در و دیوار زده بودن که نشونه ارادتشونه به ملت ایران. دیدم سر گذر جوونکی ایستاده، موها بور ولی تیپ خادم احمدی نژاد، کاپشنی و ریشی و تسبیح. و رفتم جلو گفتم شما؟ گفت تامم. گفتم کدوم تام؟ تام جنتی؟ گفت نه، تام کروز. یعنی میخوام بگم اونا در رقابت با موشک‌های کرار ما کروز درست کرده بودن. حالا من که خودم نمیشناختمش ولی میگفتم هنرپیشه معروفیه، اما خب از ما که معروفتر نبود. خلاصه گفتم که دیگه از ما گفت یه پیغامی دارم میخوام برسونی به مقام معظم رهبری. یعنی یه چنین عشقی داشت به مقام معظم. گفتم بگو. گفت بهش بگو گاد دمت، که من خودم اونجا نفهمیدم ولی پرسجو کردم. گفتن خیلی پرمعنی بوده، خیلی معنی داره. منظورش این بود که وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، لشکر دنیا و قسلا آزاد. من خودم اتفاقا توی همین واژه گادمت رفتم پیدا کنم تو دیکشنری، ببینم چه نوشته گادامت برکاتو بوده. خب بخاطر لهجه آرنمی که داشت نتونسته بود اونو ادا کنه. بعضیا دم دیگرم میگفتن به این قضیه. میخوام بگم مقام عظما در سطح بین المللی از یه چنین محبوبیتی برخورداره. ملت ها تشنه عدالتن. این تصویرش آقای دکتر، بعد از نشست ژنو حالا خیلی دوست داشتیم بدونیم واکنش رهبر معظم نسبت به شما. نسبت به والا این بارها گفتن تو تلویزیون‌های مختلف هم گفتم، والا از ژنو که برگشتیم دلم خیلی گرفته بود. این کارهای دشمنان ملت ایران باعث شده بود من که ملت ایران باشم دلم
بگیره، اما چهره مقام عظما مثل محلول لوله بازکن میمونه. راه دلمو چیکار کرد؟ باز کرد. بعدم بهم گفت اون قرمزه چی بود بهت زدن؟ گفتم عظما جون یه جوونه نمیدونم حالا دوستان سوئیسی بود، اینقدر به این ما علاقه داشت به عنوان خادم این ملت که دست کرد از تو سینه‌اش قلب قرمزشو کن پرت کرد به سمت من. البته نزدیک بود بقیه هم دل و روده و معده و اینا رو بکنن پرت کنن که دیگه اومدن اینا رو بردن که یه وقت کار دست خودشون ندارن. اینا توجه میکنم اینا اومدن یه همچین. آقای دکتر در آینده برای جوانان چه برنامه‌ای دارید؟ ما الان به حول و قوه قلمی قصد داریم سفینه‌ای درست کنیم که همه جوانهای مزاحم نظام رو با هم بکنیم توش بفرستیم برن فضا. البته قبل از اینکه اونا ما این کار رو بکنن که برن اونجا کمالات انسانی رو در یک مدار عدالت محور طی کنن که ما هم از دستشون خلاص شیم، با خیال راحت با مقام عظما بتونیم کارمون رو بکنیم. که این نشون میده این داستان همون لولو هست دیگه، همون لوله که برده. آره میخوام بگم که بریز اونجا که میسوزه. خواهش می‌کنم. ولی آقای دکتر چیزی که برای خودمون جالب بود، حتی تو یکی دو تا نشست که حضرت عالی حضور داشتید، این بود که جوان‌ها خیلی راحت می اومدن باهاشون حرف می‌زدید، انتقاد می‌کردن، پیشنهاد میدادن، راهکار میدادن. خیلی دوست داشتیم در این رابطه هم صحبت بکنید. من در جلسات خیلی با جوان‌ها راحتم، اونا هم با من، خودم دلم میخواد که با من راحت باشن. مثلا توی یکی از این سفرهای استانی پشت میکروفون بنده سخنرانی میکردم، گفتم ما اسرائیل رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم، ما لبنان رو میگیریم، عراق رو میگیریم. یه جوونی بلند شد گفت اگه دیشتون رو بچرخونید CNN هم میگیرید. که من همونجا به بچهای حفاظت گفتم دیششون رو چرخوندن سمت این جوونه، ایشون هم گرفتن. خیلی عجیب بود برای خودم، ولی خب نشون میده که جوونها چقدر ایستادگی میتونن بکنن در نظام جمهوری اسلامی. ما جوونا ایستادیم و توی دو کلمه میتونم بگم که ما میتوانیم. آره حتما میتونید، حتما میتونید. اگه همینجوری ادامه بدید به این خالی بندیاتون، مثل من که همه جا رو آباد کردم، مثل شما میتونید. خداوند پشت پناهتون باشه. منم خیلی خوشحال شدم از این که با شما مصاحبه کردم، خیلی انگیزاننده بود که چهره هر سه نفر ما در یک تصویر نشون داده شد تا ملت ببینن که خلاصه از ما بدبخت‌تر و مفلوک‌تر و خلاصه با این وضعیت‌تر هم توی دنیا هست.